مشکلات که هست، مشکلات زیاد هست، بالخصوص این میروگاه خب بسیار مشکل جور کرده از خاطر که شب بسیار اینجا مشکلات میشه. کسی که نابلد است، ما خود بلد هستیم دمیرا، کسایی که نابلد می اینجا می ضروری حادثه میکنه، بسیاری حادثه هم اینجا شده، موتورها تکر شده، موتورها قیچی شده. اینا میالم شما شاهد هستید اونجا یک موتور دمیره در اومده، فهمیدی؟ بسیاری یگان روز اگه نشوه، یگان 2 روز بعد 3 روز بعد یک حادثه میشه دیگه. بسیار در مشکل مواجه هستیم. اینجا را بندان میشه، طوفان میشه، را معلوم نمیشه. خب نمیره گاز تک کس پاک نمیکنه، پاک میکنه و اینطور یک کوشش صحیح نمیکنه. کلات هیچ خود می راه در مسیر راه مخصوصا از این جایرتان تا نار و طرفش تا تازه میده. این منطقه ریگ آمد، خودتان شاهد است. ریگ بسیار زیاد است، سرک امروزه اینجا تکر میشه. حتی یک جایی هست جایی که 2 تا خط سرک بند است، یعنی میره صدای ما رو به مسئولین برسانه که در قسمت پاکاری از ریگ از چیز زودتر اقدام بکنن که خیر مردم با مشکلات از اینجا. دمی راه خو ما خیلی رفت آمد داریم، زیاد رفت آمد ما به حیرتان مزار است دیگه، خیلی بازار هستیم دیگه. این یک روز 2 روزی نیست که بند است، چندین هفته ماه میشده که می مشکلات ما مواجه هستیم. تقاضا ازی داریم از دولت که باید رای که خوره ترانزیتی است، رای موتور ترانزیت است، یک بندر وصل است دیگه. از کلانه تقاضا داریم که را به زودی بر ما یک سهولت، یک راه را پاک کنند. حالتی است که یک درخت چیزا داریم بغلای سرک بشن یا که یگان وقت پاککاری کنن این سرک به خاطر این موتورها که تربیر میشن تا حادثه رخ نده دیگه. شورای مزار شریف حیرتان یکی از راههای مهم و ترانزیتی و مواصلاتی است که ولایت بلخ را از طریق بندر حیرتان به کشور ازبکستان وصل می سازد که از اثر بادهای شدید و آمدن ریگ در قسمت‌های از شورای مزار شریف حیرتان مشکلات ترافیکی را برای عابرین این شورا هر از گاهی به بار می آورد که خوشبختانه توسط پرسنل و ماشینری ریاست فوایدامی ولایت بلخ پاککاری می شود تا هموطنان عزیز ما بتواند به سهولت از این مسیر رفت آمد نمایند. همچنان سرپرست وزارت فوایدامه به تمام ریاست‌های ولایتی این وزارت هدایت داده است تا از امکانات دستداشتهشان استفاده نموده و مشکلات ترانسپورتی هموطنان عزیزمان را حل نمایند. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره